مردم افغانستان که صاحب تاریخ و ارزش‌های باستانی فرهنگی بوده، سرزمین آنها همچون یکی از مرکزهای تمدن بشریت اعتراف شده است و این مردم به اهل بشر دهها و صدها نفر شخصیت‌های فرزانه را دادند. باید تقدیر امروز و آینده اشان را به دست خود گیرند. طرز اداره دولت و ساخت دولتداری در همه کشورهای صاحب اختیار از جمله در افغانستان باید تنها با خواست اکثریت مردم و اراده شهروندان آن معین و مقرر کرده شود. ولی متاسفانه چند ده ساله اخیر چنین مردم صاحب تمدن با داشتن صدها و هزاران عالمان و دانشمندان معروف، شاعران و ادیبان مشهور و سیاستمداران با تجربه قربان بازی‌های ژئوپلیتیکی میباشند.